فقط اگر این سه جمله رو تونستید به انگلیسی بگید ادامه بدید. به انگلیسی بگو من خیلی معروف هستم، من خیلی مشهور هستم. به انگلیسی چی میشه؟ آفرین. I'm very famous. I'm very famous. حالا به انگلیسی بگو تو خیلی خوششانس هستی. باریکلا. You are very lucky. You are very lucky. به انگلیسی بگو پسر خیلی باهوشه. The boy is very clever. The boy is very clever. خیلی عالی اگه جواب دادی. خیلی خوش اومدی به جلسه دوم از دوره جامع آموزش زبان از مبتدی تا حرفه‌ای شدن. اگر برات سخت بودن این جملاتی که گفتیم، نگران نباش، برگرد جلسه اول کامل ببین. در این جلسه قراره درباره انواع مشاغل مختلف و اعضای خانواده صحبت کنیم. خب این یه موضوع نیست، این دو تا موضوع جداست. ولی میخوایم اعضای خانواده رو که خیلی برات جدید نیستند رو به مشاغل مختلفی ربط بدیم، ببینیم چطور میشه. البته ذهنتو درگیر وظایفی که بلدی نمیکنم، مثل دکتر، تیچر، نرس، اینا رو از قبل بلدی. البته جلسه بعدم راجع به اعضای خانواده برات صحبت میکنم که به کلی جدید باشن برات و تا حالا نمیدونستی. آماده ای؟ بریم. سلام، من محمد موسوی هستم و شما در حال تماشای دوره جامع آموزش زبان انگلیسی سطح مبتدی در کانال د امریکن انگلیش هستید. یه برگه و خودکار آماده کردی؟ یادت نره جمله ها رو فقط یادداشت کن، نه کلمه. جمله رو یادداشت کن، نه کلمه. سلام، من محمد موسوی هستم و اینجا چنل د امریکن انگلیش هستش. قبل از شروع این دوره بهتون یادآوری کنم که ما قراره کلمه رو یاد نگیریم، قراره جمله رو یاد بگیریم. یه سری کلمه بهتون میگم که این کلمات صفات مختلف رو نمایش میدن. حالا اون صفات رو و اون کلمات رو میخوایم در قالب جمله به کار بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. پس بدون فوت وقت شروع کنیم. Father, father. Accountant, accountant. My father is an accountant. My father is an accountant. یادت باشه قبل از شغل‌ها یا وظایف ما از A یا N قبل از شغل استفاده میکنیم. فقط همین رو تو ذهنت داشته باش. تو جلسات گرامر کامل و مفصل راجع به A و N و چه موقع A و چه موقع N استفاده میشه کامل به توضیح میدم. Uncle, uncle. Actor, actor. My uncle is an actor. My uncle is an actor. Aunt, aunt. Actress, actress, actress. My aunt is an actress. My aunt is an actress. Author, author, author. Shakespeare is a famous author. Shakespeare is a famous author. Baker, 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 baker. My grandfather is a baker. دقت کن grand نمیگیم، د خونده نمیشه، د تلفظ نمیشه. My grandfather is a baker. Mother, mother. Banker, banker. My mother is a banker. My mother is a banker. Brother, brother, brother no, brother, brother. Barber, barber, barber. My brother is a barber. My brother is a barber. Neighbor, 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 neighbor. Butcher, butcher, butcher. My neighbor is a butcher. My neighbor is a butcher. Burglar, burglar, burglar. This man is a burglar. This man is a burglar. Chef,
chef. My friend is a chef. My friend is a chef. Carpenter, 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 carpenter. My brother is a carpenter. My brother is a carpenter. Criminal, all, criminal, criminal. I don't like criminals. I don't like criminals. Police officer, police officer. My aunt is a police officer. My aunt is a police officer. خب حالا بریم مروری کنیم و بهت وقت میدم بعد از من تکرار کنی. اگرم میخوای چیزی رو یادداشت بکنی که حتما این کار رو بکن، فقط جملات رو یادداشت بکن و آماده باش برای جلسه بعد. My father is an accountant. My uncle is an actor. My aunt is an actress. Shakespeare is a famous author. My grandfather is a baker. My mother is a banker. My brother is a barber. My neighbor is butcher. This man is a burglar. This man is a burglar. My friend is a chef. My friend is a chef. My brother is a carpenter. I don't like criminals. My aunt is a police officer. اگه تا اینجای کار اومدی و خوشت اومد از این محتوا و دوست داری ادامه دار باشه، لطفاً با لایک و کامنتت ما رو حمایت کن. ممنونم.